خب آرتیست برای گرین سبز شبیه ما رو میبینی تو فیلم ها برنده اومدن بیرون تو همه رینگا شما چیه کیپ رد و خیتا بقای ما رو زیر خواب تست بگیرن ازت میترکی کیت پاپ میگو سردار بودمون گنگ مثل پسرای رگنور و مارکت خواهی میکنه رو بیتم اربار رد بدم نمیذارم با ست نگبار و جگبار و کش توی جیبا مثل سیانور ردی و بیقانونی بخش کف قیابون جونی تو شرک آنتن نمیده قرار دعوا رو میذاره یه مرد توی بیابون به تو نمیرسه ما گیرین ترسناک که حتی اگه بره زیر خاکن و پلیسا رو میبینه و بالا میره پاک تو میره کافه واسه ما میزنه ولی سال یه بیبی برم میرزه به آلبومت یه رو دفون بیاری پیش ما بیای خوبه شب بزنی به انجونه تو میگم صبحش فرقی نداره برام چه مس یا صبر بازم میخونم و بالا پایین میره هدا منم یه روزی میمیرم ولی نمیمیره صدا درسی ندارم همه چی رو دیده چشم یه قلم و کاغذ بده بعد بگو کیو بگم گنگ بودم به خشک آویزونی نقش بازی نکنین اینجا هالیوود نی یک رنگ کم رو دست هاتیتون نی شما فقط مینویسین چیزی حالیتون نی خیلیا خوندن گان مونتاژ در رفتن چون لوسنت پاسکو کیرگوزی تربیه درجه داشت خیلی ها میشدن به راستی بادها چاقال لفظه ادامه داره هر جایی پا میذارم میشه میتینگ داشت یا تنام یا 20 تا سیبیل بام نمیسوزه توی رپ پارسی که بیلیتام کر کمر بدهام و تو زیمبا همه بدپا که اومده استاد میکنم معجزه با فرق و خودکار پانچا پرسگیره میریزونه کرکات و میری مرحله بعد باز میشه پورتال اینجا کیرگوزی رو حالت هواپیماست و میام تو مانو چون خودتو پاره میکنی لاف بنویسی به ما دایرکت میده داف خرابت باز اومدم از راهی که بود چی بشتیز چاقی جیپ روسی چاله چوله گیرشتی باشه حواست جمع رو گیری نگیری که چاقی جوونی تمریف پیرش نی میدونی ما رو باهاتون اگه باشه گاری ارسق و خوش میشه شیره چرا شکاری نمیتونی مانو جلوی پای ما بذاری حتی اگه با بالاتری کنی نام نگاری جای زیادی فت کردیم رقابت با نسل 4 و 5 یعنی دستگرمی صدای دورگر و کلوف نکن روی بیت ما که میدونیم واسه اون صدا 2 گرم اب کردی خودم بری رو مخم نمیرم توی نمیبره کارت تو برو بکن توی تیف چونی نه یا نزدیک چاقا که باخ میدی حتی باشه هفتیر ما مجبور شدیم که آره یه کات بدیم یه کات بدیم رفرشیم یه چایی یه چیزی وسط اجرای گیریم بودیم درسته؟ خیلی هم آجی خفنه. داینداش من خیلی حال کردم چرا شکاری نمیتونی مانو جلوی پای ما بذاری حتی اگه با بالاتری کنی نام نگاری بیرون هود جای زیادی فت کردیم رقابت با نسل 4 و 5 یعنی دستگرمی صدای دورگر و کلوف نکن روی بیت ما که میتونیم واسه اون صدا 2 گرم اب کردی یه موقع نیم سوز دارم با یه زبون تیز میکنم بری رو مخم نمیرم توی تیز یا بازی مال منه یا میزنم زیر میز نمیبره کارت تو برو بکن تیز چونی نه یا نزدیک چاقا که باخ میدی حتی باشه هفتیر باد نتیجه رو نگاه کن عقب چنگیچ کارا تو رو تو لیگ خودتو نشو درگیر با ما تودت از خودت شناسرم تو چشام نگاه کن وقتی صدات زدم مگه کنار منی و کسی نگات نکرد چون گیرین هر جایی میره یه بار فقط اینجا مسجد جای گزیدن نی با خشونت حل میشه مشکل فنی تو که اولی و تو همه جمع پنی ولی من جن پادشاه تو یاب معنیم چاقال این دیگه نزد گوشی رو ول کرد آره این دیگه گوشی آره گوشی یه امتیاز مثبتم بخاطر اینکه نزد تو گوشی خفن آقا خیلی باحال بود من فقط تنها ایرادی که میتونم بهش بگیرم اون یه تیکش که خالی گذاشت یه کار اثبات به نظرم اونجا میاد مرسی دقیقاً یه تیکه خالی گذاشت وسطش تا دوباره ورس دوشو شروع کنه من نظرم مثبت خیلی خفن بود. ببین من این اجرا رو بیشتر از اجرایی که تا الان زدم من دوست داشتم همشون بالتر بود گیرین هم داشتن مثبت خیلی خفن بود. شما خفن عمو خفن ارشی همه مثبت بریم سراغ اجرای بعدی حادث ببینیم حادث چه کرده دانیال حادث ایو دانیال حادث چه باحال قیافش بازی گنگ نگی اب داری گلم من خوشگلا رو فقط دلا میکنم با کمر پر اومدم همه رو بگم آخه قبل بتل فقط خورما میخورم تو که کارت ثبات نداره روی ریت که نه انگار رو اولاق سواره هر کی میبینتم در میره داشت انگار حادث اکتور اتاق فراره شما رو به جای زن میبردن شاهی ولی لای سبزی خوردن رفتی بومبم درد میکنم در خودتون تو کلم عقلی کلن باز گنگ نگی اب نهی ما تو سکنجیم شما تو کرنری جا دانیال حادث بگو جانی سینز بهم آخه رپ بتل نیست که پر نیم میگی دنبال آدرسمی ولی نمیای میچسب پاد به زمین به درد استودیو بدون پنکه میخوری توش بیای پرودیوسر واد بزنی تو دست آقا جور دراد اگه گنگ شده حالا معتباد بدون که زیدت هم با ما شد خراب اسمم سر زبون الستیه تو هم قوی نمیشی عجب کلسمیه
چاقی ناموسن از گنگ نگو منم وزنت زدم پرستینه در میادش بوهنت دیگه بعد میخوری که روم سیزنت گیره اینا پانچ نی امر خیره چون رود بیفته شوهرت میده هنو حریفم معلوم نی فعلا فقط زدم تیر هوایی به حق میدم که کس بگی دادا چون واسه کردنش کیر نداری قلمم بدخورو کرده خونی اما بالا نرید حادث نردبونی یه جو کاراتو میکس کردن انگار جا میکروفون جلو پنکه خوندی بعد وطل بده ای چستاله یه جو انگوش میشی کنه پتروس خایر یارو انگاری خاور سرش فکر کنم تو چونش اگزوز زده واقعا در این زرگان هجی آقا باریکلا باریکلا حادثه من بودم آقا من بودم حادث سانتا دانس همه نظرها من رو چرا چیه؟ یه چیزی که خیلی بودمش این بود که رو پرستینه فلکس کرد آره داداش خسته شدیم دیگه اینقدر سر چیزای تکراری فکر بله آیسو برو ببینیم بریم برای داشتم امور آیس حادثه خیلی بال بود ویدیو خوبیه ویدیو استایل باید مرسی کلاه قشنگی داره دفعه ترون آیسا دادا ایکس وای زد سیس مجسته بعد نشیم ما کیلی برات بک میشه چرتم شبیه آفتاب مسی کف خلاه ورسات استیل ورسام طلاه اشغالت میکنم باختری کرانه غرقت میکنم کف مدیترانه خودم بمیرم ورسام زنده 100 سال بگذره نمیاد مثمن گوشا بسته شد باز شد چشمم دریلی بیارید نمیکشه اسمم کینم با دیوات میفرستم دم خونتون خواهی نکنی رنچی اثر کوچتون کینم تو همه دافای علولتون کی تو شمس پوله کی تو علولتون میخوام شما رو بزنم اصلا صبر نمیکنم من شما بخورم دیگه رب نمیکنم برو همون الان میگم بچه میکنم اینا همون شما که دست نمیبرن ما همونیم که ببرم میگاییم مرده رو تو قبرم میگاییم یه سری شبا انقدر مستم میالیم میایم کاردو تو کلت میذاریم ما همونیم که بهش رسپکت میذاریم عکساشو تو پیجت میذاری ورژن دختر علیرضا جی میایم با گوشتت برگر میذاریم www.mr شما چرا مستر بینی بیتا داشتم دستاز اومدم بالا اینه کرده رپورس رنده شده نکن کرد توک داشت تاپ شدم تو توی که اخبار نرفتم داشت توی هواشی ورس میندازم چاقا تناشی دافت میخوره شبا کیر موزیکام شده نمشون فراگیر دست قلم مولانا گنگر از آنتونیو مونتانا نیستی گلبام کس میاد فاطمه زهرا تهش چی شد؟ او فاطمه زهرا رو که گفت احساس کردم که دارم خدا رو شکر ادامه نداد باحال بود آیس آخرش خود از ضرب افتاد ولی پانچاش باحال بود من یه پانچش رو دوست داشتم چی؟ مرده رو تو قبرم بگم باحال نبود حالا اون دیگه تکستشه دیگه ولی من یه مشکل دیگه من کلا یه نکته مثبت هم داشت رفیقش خیلی داشت سعی می‌کرد که آره ویدیو رو هایپ کنه باحال بود اون پشت واقعا داشت عرق می‌کرد با اینکه هیچ کاری من نمی‌کرد. ویوه باحال آره ویدیوش باحال من بودم آیسو باحاله من منفی بودم نظرم دلیل داره من دلیلم اینه خفن ترین اجرارم بزنی شبیه کسی بخوای بزنی اینو من نیستم شبیه کی بود؟ حالا اونا بگو میگم اونا بگو الان نه فلو خجسته بود آره کلا فلو خجسته بود دوست ندارم من بعد آره یه جاهایی افتاد چرا شما که خجسته میش نمیدی چرا خجسته میشه نمیده همون سیاه چرا داداش افتر میره سگ گوش بده خجسته از چه من سوسو سوسو. آره چون آف بیت شد اونجا آره کاش دوباره میگرفتی آف آره. بیت نمیشدی شما چی؟ من زب دارم سوسو آره منم زب دارم همه سوسو ها علی که گفت نه من گفتم آره بقیه سوسو بسیار عالی بریم سراغ نفر بعدی جیب ببینیم که داشتم جیب چه کرده لازم صرف و شمال پای تخت نگاه یه کاری داری بگو با یه کالی من دل ندوده حتی چی تو سایدم نگاه چششو نمیره داشتیم هی جنگ گیرم به تو بده بره آجی بلو ترم ملودی من نیتم یه رو میرم جلو تر گلوری من میپچم نرسی رفا بلو تر پروری این نویسم بازم شده بزرگترین تراپی تیری پالشیه بالا من بکیه رو با قلم و رفم میاد دولارم کشیه میتی کم هم میشه مولو اول میخوام برسم بهمون بگی دولشم تو رفم شدی برد قدیمی بردی گل نهیدی کردی جون شرکی مردی گل خریدی مشتی گل کنیم پشتی برد تاییدی موجی متحدیم
تکنیکم قویه استاد چیپو تو تکسان ترجیب دو سه دوز ای پالوف کنی بگیره پستاد دیوی ترونم پشتوش موشد دافه در اومد فیلمشم پوینت آف دیوی تکمه هستم و کارم هم ریف ناموان تکسام هم الماس پیور میارزه تنجیبه دلار جنس زندگی بد فریکیه جون هستم اکسیه چت چیبیتیه میخوای حال کنی گنگ باشی کش فریفیه اگه واسطانی شهر داری جنگ چیریکیه داداشا بس کلیدیه یه دختر از اونجا هم فیلیپین سایز بچه رو ببین تو بطریدیه اینو همین میزنه اون بطریشیه خیلی باحال. ایو جیم خفن تچره حسین هم داشت. حسین آره تچره حسین داشت. بعد من مثبتم. جیب من بودم. جیب منم هستم. منم هستم مثبت. تو چی علی؟ منم هستمش. اشی مثلا وایبش باحال بود. آره. شما با 5 تا مثبت به مرحله بعدی راه پیدا کردین. آرتیست بعدی کشولی اسمو نگاه کن. یعنی واقعا مثلا بین همه اسم خواستم یکی مثلا فقط یکی گوش بدم کشولیو. اسم فکر کرده دیگه. کشولی. توی چرخش ما این تنهایی خداست تو داشت تا چشم کم در توی طلاب بذار اگه بسینی تنها اون بذار برو کیا سرپایی میشه شم نشینم رو اینا مسلح نهرم ببی چند گلو کیا خستشی نمیذاره ترکای بیروز اگه فکر داری دربارم درکن کن یکم تصویر افکار بدخیم شده همه فرق کنن چند روز آخر سال یه تو تاثیر آنفت تردید کار ایو میریزن تو سرم حالی داری بازمالی روی میزه بیا پایین منو ببینا میپیچن تو افال شده همه ریلیکا مثل فکرام الان پرم از این فیلیکا هنو تو هم دست نکن تو من نرم نیاز من خواهش کنم نهیدش خوشم مزیه بشه خوبم از این چیا پرم من تنها خوشم پس دست فکرام تاثیر رفتار ما میبینم باز همین چی میگن چشام ببین چیکار کرده باز خستم از این دوری ها هرچی میزنه بیای چرا در تنها المالی بیراه دوبار میخوادش بخوابه اگه تموم خوشیام یه جا نبود به سیاه داد نبود تمام اوتا توی تفاهم سوق از نشه به جان ولی دو داشتم رفتش که نخوره کار 3-4 صبح توی سیارم نرد بیرون هرکی مطمئن نباشه که بوی مرگ یه شباش تو سمتم بری اگه بپیچی دنبال سایتنم بوش توی هوا کنابی سرمون دشتای طالاب تو محله زامبیاش پرپاچه خورم باز بگردی نبینیم دست تنهایی دلو که کندیم منطق و دستکاریش نکن اگه زرنگی بس کنیم شیر در شویی انقدر سنگ نسم معذرت بخواه ازم کلیکالی تو داشت داره میگه که رو تخت بال حالا کاکاتم داده که کار بالا دورن کره آن کارا اپوش میام سری اگه بخوای با من بد بشی دست خوش الان بگی من هم اومد مثل یه حسجین حاجی وایسا بگو تو بگو کشولیو ببین بد نبود ولی خوبم نبود متوسط بود برای من خیلی جا داشت یه خورده حاجی هم قیافش هم استیل رپ اصلا من یه احساس کنم امیر ویلی داره میخونه امیر ویلی حالا یکی رپرای گراج بچه‌ای که قدیمی هم میدونم من احساس کردم مثلا اونه خیلی شبیهشه مثلا ریدم مثلا هم قیافه شبیه پسر است هم جوری که داشت رپ میخوند من میگم بد نبود خوبم نبود ولی من نظرم من میگم نه منفی یعنی میگی یا زبدر؟ من میگم منفی منفی داری ولی زبدر زدی نه چیزو دایره میشه اما علی شما من اول نظر بدم این یه چیز عجیب غریب داشت خیلی عجیب غریب معمولا رپرها اصلا تکستو خوب می نویسن تو اجرا و فلو مثلا ضعیف و قوی این اجرا و فلوش باحال بود که داشت میزد ولی تکسش ضعیف بود اصلا یه چیز عجیب غریب بود تکسش ضعیف بود فلو ایناش باحال بود من حالا اما مکان من بگم نظرم زبدره این اسمش کیارش میشناسم رفیقم آره منم کیارش یه بار دیدم باحاله خب ولی تو این ویدیو زیاد احساس میکنم رو وایب نبوده ویدیو باحالی نگرفته بود ولی رپر خفنیه ولی خب اینجا نبودم خودم منفی بهت میدم کیارش آره کشوری من زبدر میدم متوسط تو کشوری بال کارش یه بار دیدمش خونده سبکش زیرزمینیه دیگه ولی اینجا واسه این داستان نسبت به اون چیزایی که دیدم من آخه یه چیزایی ازش دیدم که خیلی خفنه آره الان بعد مثلا ویدیو خفنه خب الان نسبت به این ویدیو من نظر آره دیگه اینو من گفتم منفی اشیزو چی؟ منم زبدرم داداش احساس میکنم که جا داشت سلام علی بریم سراغ بعدی کوهوان آها فکر کنم اون داداشمون گوشی رو زده
صدا 086 به سر خودت کجا رو گو یه بار دیگه بزن. کوبان 078 شیش و همون یاسر اون بالا 076 بود نه 78 706 بزن یه دقیقه اول الان ناراحت میشه شهرشون اشتباه بینی ای کوفان صدا 086 به سر 86 086 کجاست؟ دیدی گفتم کجاست؟ میبیشم پیپر خشن تو زندگی تیکن کوی شد سیتن میزنتون آندرتیکر منتظر بیای عینه و نگار بزنی واسه شمشک ای اول هر ورسی داره بدنه میزنه صدمه این خود کویار صدمه قدرت رفمه یه جو میگه ترکام زیاده لاشی تو باز تو کیرم بیای هم بالا هم پیاده با مسافت زیاده تلو چنج میشه عینه و قیافت کوی داره جسارت میزنه به خسارت رفت یعنی یه سالت که به تو کنی نمیرسه کسافت میتونی کله یه صورتیشو زیر پس تو ببینی برینی بشینی روش تخته گاز برنامه بچینی و تل میزنم من اکس تو صرف ناز آره دادا کار من داره 1000 جور پای فن یه جوری شدم علی کیوت هم خواهی کرد آره دادا کار من داره 1000 جور پای فن یه جوری شدم علی کیوت هم خواهی کرد میکنم تو دوتا تکس سکته برد بعد این میتینگ این ورس اکسپلوره اون ابولیتونم که پسته خوره یه جو میشن رو کمر زیدش سکته کنه برام ارزش دارم بچه های ابولی کیو میگه؟ باز بشینی خونه اینه و کیسی چه آشنا رو میگه کسی کلی کلت زد کسی چی هم زد این داشت انقدر بهت دادم بخوری رانی بهت میگم ونامبانی منم که کوفان جانی داداش نیزه جلو میقد بیزه باز بری لیزری میزنم تو کونه با لیزر باید هی میکنی گیربوزی کردم تو محلمون دادا پیروزی حالا میتونی به خودت بگی که پیروزی وقتی قوی ترم به مولا دندونا تو باز کنی فلورای یه جو زدمت گم شدی لا گلولای بده این بتل باز بگی تلولای کوفان میزنتون پشت هم یادش کافیه و گران میگه فیدش کردی کافیه این فلو هیجان داره دادا خود کافیه بچه زیرم ناله کرد بچه سر راهیه آره دادا کار من داره 1000 جور پای فن یه جوری ایستادم علی کیوتم خواهی کرد آره دادا کار من داره 1000 جور پای فن یه جوری ایستادم علی کیوتم خواهی کرد داشت علی بعد از خواهی نه کردن بذار علی آخر بگه مکا بگو من اول که سرچ کردی ببینی بچه کجا بود داره نیمد واسم بالا اینترنت هم نیمد بالا من نبودمش چون درست نبود قافیه حال نکردم به نظرم اگه بخواد تمرین کنه کار بکنه جای پیشرفت داره ولی من الان منفی بهش میدم یعنی منم نبودم ولی جای پیشرفت داره اونجا که علی کارو دیدیز کرد خوشم اومد بعد کریرش هم میخوره مثلا صورتشو بسته بود و اینا باحال بود من که با اختلاف میگم خیلی ضعیف بود حضرت نظر چیه؟ شخصی منم آخه الان بگم مثلا فکر می‌کنم سر اینکه دیسه منو داده تو مثبت بده من مثبت بدم بچه‌ها همه منفی دادن من مثبت بعدی کیه؟ لوکی ببینید اگه دیس هم بدید دیس باحال بدید اتفاقا خوشمون من میاد قرآن می‌کنم با دیس. آره میسان اشتایلی کنه اینو من میشناسم لوکی رو دیدم تو میتینگ ترن داره با نفسم عزیزتر میشم من بخوام بازی کنم که میسوده چرت کردی یه این جوجه ها روزی زبان میرم واسه تفریه جوری ماچتون کنم که بخوری چرت وقتیه و قلمه لوکی نزدیک نشید خیلی سمیه این بار سی تا رپر فقط یه سینی نزیه تو اصل من بازی نکن خیلی برات وقت میشه شیرم تو رپری که دیگه رپم رسمیه از اول غلط بودم کجا بیام کارو میکنیم لاته که بیام مثل ناتو بیاد فقط سری بیاد بیام میدم خود تو شب خون میزنم به تاته باشی شده از اول غلط بودم کجا بیام کارو میکنیم لاته که بیام مثل ناتو بیاد فقط سری بیاد بیام میدم کارو تو شب خون میزنم
میکنم بهت حتی باشی کلماتم دار بوده فقط تو پاسیا به رپ استار بودن داره از سرم مثل آب میباره لوچی مواد نمیزنه فقط داره لاین میگاره وقتی شما رپ میکنید داره ازش اوب یه انسان نمیتونه با خودم پوست بذاره برید پیسم میاد چای چون میادش نجاشی دقیقش نمیمونید تازه عصر ما یکی وارد تهران و بگه میزنم کله بشه صداتون رو نمیشنوم میگه سرسام نمیگیرم اومدم تو این بازی فقط دارم موش میبینم هیچ وقت یه جنده نیاوردم زور بگیرم چرون برای بگم باز خودشون زور بگیرم صداتون رو نمیشنوم میگه سرسام نمیگیرم اومدم تو این بازی دارم فقط موش میبینم هیچ وقت یه جنده نیاوردم زور بگیرم چرون برای منه بگو باز خودشون زور خیلی وقت داره بهم میده این رپش ساختار رپ کردن فرق داره با همتون که همه با هم میاد کلی داره مرگ موش برید پیسم میاد کار میدم به دستون نه بچگی تو کت من یکی نرا پر بزن بازیکن صد لب کلی پیسی بچگی الان تو میتونی بری پارتیا میرم دستمون تو هم رو فاز بی ام و شفیع جام حواست باشه که ما بشم بخاره گام من پرونده پایتون که داره تو شامپان داره که بالا تازه نگاه شک نداره کاپیتان نورچی به پاس شام هری پادگان ضربات میگاده بیا اینجا هم بدون که ارواح میذاره بیا بود من چال شب کار زیاده حواست باشه جای دم شب خاصیای چونی گارد نگیر بی با فضول بازی نیست فقط نکنی میدم دای اسطوره ها بری چاقی گاز نگیر بی با قبیله خونی بودید چیه همتون رو میزنم بخار دلی منتظرم تو گوشه بازی با هم روبرو بشین کاری کنم همتون دست بدون تا خونه بد این سفید از اینگم میخونه با چونه زمین همتون برای کنید وقتی اینجوری سوزش سوال بکنم که بشه نقشی انتقام خراب معلوم شد ذاتش وقتی کرد بهش انتقام کردم میزنم سر تو رو نیزم میرفت تو بالهالست من اومدم توی کم تابوشم همه انجاب دارم من تنها باشم خیابون پر ظرفیته میزنم با بری کف خیابون مسی کرده تو این بازی یخ میزنی تازه وقت منه بابا واسه نمیخوام بازی کش میکنه ای من اومدم بازی تازه شده هر ده قراره بشینه خونه تشکیل کارتم میخوری که جمع نشید با کارت من نیام پشتم هستش سایدم من اومدم بازی تازه شده هر ده قراره بشینه خونه تشکیل کارتم میخوری که جمع نشید با کارت من نیام پشتم هستش سایدم سوسمان خایمانم چه میشه شد راجبی خاطر شدم آب چون نگام خوشگل ناز شدم میکنم تونل باز دو تا پانس شدم مگه اینجا رو بیکار خب لوکی تکسش باحال بود تکسش خوب بود ولی اجراش خیلی ضعیف بود خیلی ضعیف بود اجراش یعنی خیلی جاش من نفهمیدم آفرین چون میگم اجراش ولی من دقت میکردم اینجا داشتم سعی میکردم که بفهمم اکثریتش شد تکس خوب بود ولی اجرا به نظرم خیلی ضعیف بود اجراش خیلی میتونست بهتر باشه یعنی اگه اجراش یه جوری بود که قشنگ میخوند خیلی باحال میشد. به نظر من تکسش هم خفن نبود چون پانچ خاصی نداشت. اصلا میگم من داشت باحال داشت دو سه تا پانچ باحال 70-80% نفهمیدم. نظرم منم نفهمیدم داشت. نه من نبودی کار لوکی رو 50-50 بودم ضربه در بودم 50-50 تو چی داشت علی؟ من منفی بودم. شما منفی عموسیا؟ اما منم با احترام منفی خوب بود ولی خب 50-50 یعنی؟ نه منفی آره. تو چی ارشیا؟ منم منفی هم داداش. شما منفی منم 50-50 دیپتا مهدیپتا اوه تیشرت استودیو پشمای آدم رو میریزونه حرفه‌ای نیستن اون کسایی که اینجوری بطه میذارن کسخورن داشت اینا پلشتن موبایل فی کجا بود تازه کارم تازه کنیستم مثل این جواب فکرم میتونن جلو منو بگیرن و راحت 4 فاز رفی داشتم دور سرم با نانا بازی بلدم نمیتونید منو بدینم لاکار کاراتون خفنی در حدی عقبید متلید علکی جفنی پلشی نمقید تفنی بلدید همشی خالی نبندید در حدید بیام فلجی تلفی جفنی علم دست پر اومدم حاجی عقب ترا میخوام رو بید بکنم مثل پرنده شکار تنها چیزی که میبری کفن برار اومدم اینجا تا حیوون درنده بگم جون قفل میزنی خسته نشی فلو قیچیه به پادو با خرده نشی تخما داره چاقال یه وزن عجیب جوری که از زیرش باشی فکر کنی وزن زدی مجازی نباش بفرست و تدارو دیدم بچه ها بفرست بدو دور گردنم نکلس توپول تو لیست هیترا بودش اسمت دروش وسط این وایس دادم پاهام خونیه ترکوندمتون مثل آلمان و سوریه اشیا بود بهشون ناموسی نزنم چاقل بار اومدی پسر چون که آقا چونیه بلده بازی هم کم نمیارم بچه کشاورزم باز همتون بچه میکنم فکر کردی به 4 تا جوجه رپر میبازم اگه به خودم شک داشتم راحت نم نمیدادم تا ناموس برد تموم نمیشن کارتون کلمه به کلمه میکشم شادگاه زندگیم بازی گنگ واچ داد شب و تازه میزنی بیرون نایت واچ رو خط فکرمون نیست وایبت زوخ کردی که مهدی دیست داد بد بازی میدمتون انگار ایکس باکسه کارا خفن و منظم مثل ایکس وای زد رو خط فکرمون نیست وایبت زوخ کردی که مهدی دیست داد بد بازی میدمتون انگار ایکس باکسه کارا خفن و منظم مثل ایکس وای زد مرسی اجرا استیجی فامیلیه پسر بابا 021 بست باید میشناختی؟ مرسی غرب تهران مهدیپتا بچه تهران ببین یه سری یه خورده اجراش بزنید به ولی من بودمش من نظرم مثبته نظرمو که دادم اینجا منم مثبت عموسیا مثبت علی احتشامی
من زب درم داداش. سوسو یعنی یا نه؟ آره. خب علیتش منم مثبت بودم. منم مثبتم. تبریک، شما به مرحله بعدی راه پیدا کردید. مهرشاد. آرتیست بعدی مهرشاد. ببین مرشاد چی میگه بابا. ببینیم میگه که چاقالی نزم میزنم کلتونو مثل کلکم همتون جمشین کیرم هم نیستی باز میدم با خودم معلوم نمیدم بازه رنگ تو میزنم مثل گاز بازشه تو دیسوم همیشه رو سرم تاجا رفیقام پشتم تو تیراستان بزگشو نری با تخم و بره میبونه حرفم بدتر درده بزگوی کیرمه پشتم یه حرده آقا مثبت تو بینیش بیری که بیدی میزنم چادی بیری تو هم گیری منم خودم دارم مثل سیدی روخه تیرم تمیز زنده رو میدوانی هم بچه تو راه را برونه بشه برم دیدم روی متعی منو که قلده کیرم دیدم فلاتون قفله میگیرم همه جونی رو زنه به زلطه درد دیگی رو میدونم که زایدنی توی خونه بازم با محیط قدرت دارم الان خورم با محیط قدرت دارم عشق زیاده میزنی دافا رو عشقت برد کرد بودنش نکن اینجا میگم زیده تو بنجوری بردن نکن زیده تو بنجوری بردن نکن زیده تو بنجوری بردن نکن میگی از دافا ندیدیم ما نکنه مرغه رو میگی تو چاقال قایقان نمیشه هیچ وقت میگه آدم فروشی منم بدبینه میگیرم یه جایه بطی راست میکنم قیبش نه توی لباس بچه کنارم بگیرات میزنن چند تا یاد بگی جناس ختمتم قبلا گرفتن تو شب فهمیدم مخبری میکنی تو هم فیلمتم فرستادم برام تو شب داشتی دو رو سری نگو که دورم دروغات بیشترم بردای پرسپولیس کنی و میفرستم رو بیداش مولا نمیشه هیچ وقت رپه نباش تو درو میدارن دره میتینگم ریدی رو برسفت 10 بار گرفتی ویدیو کم الانم میمیری تو توی جنگ گمبت پرچمش بالاست تو شهر مخلصی آقا مرشاد فامیلیشه فکر کنم قلعه نوعی بود. مرشاد نظر خوشحالی اب مکا شروع کن. مکا مرشاد و 50-50 شما چی؟ به نظرم توی بتل باشه باحال میشه. شما مثبتی؟ آره. علی تو چی؟ لفظاش خیلی دم دستی بود به نظر من منفی هم با احترام مموسی همش منفی. خب اشی متفاوت بود اجراش. من مثبتم. مثبت. منم بازی 50-50 بودم روش. تا بریم حالا ببینیم موعد رو ببینیم چی اگرمت بیام بالا چی داره؟ چی داره؟ عرصه و انسان سرن دیخته من تو تنم این چرت چیه بایستدم تنهایی جلوی دهتا من کل زندگیم هست روز که وای کینگم تیری پادن تو نروژ میگم تورم تا کلش اگه نره یه جایی تو کتم حرفت میذارم صفر جا خونت کسکش غلاف کمرم طرفت خورد تک به تک سنگ بزن بالا خود شد درد سر چون میدونم کینگم تو بومبت طرف نمیخوام که قربانی شهرت بشم و تو خیابونی مسخل به ما سر بزن با من نکنی یه موقع سر دست به سر راستی روبرت چی میگفتی گوز با ننگ کنی وقت گشت بزن آقا موعد باحال بود ولی خیلی کوتاه بود. 40 ثانیه دیگه. من واسه اجراها باید تا 30 ثانیه به بالا میزدم دیگه. موعد گذاشت 40 ثانیه ولی از بعضیا باز 15 ثانیه بیشتر زد. آره باحاله. موعدو بودم من باحاله دیدم تو چیزی دیدم. من اینو مثبت دیدم موعدو. واسه ادامه جذاب میتونه باشه. آره منم زب داره باحال بود. زب داره یعنی یعنی ضعیف نبود دیگه. حد وسط. حد وسط. مکا من مثبت میدم بهش. دوست دارم بمونه. تو چی؟ اشی؟ من مثبتم داداش. همون شما مثبتم دیگه. تو مراحل بعد چیز باحالی. بریم آرتیست بعدی. مانی اصلی. مانی اصلی. چرا اینجوری نوشته؟ مانی اصلی خودتو میبینی به اندازی بام به اسمیان بری قاطی اسقاطی ها ما که تونیم توی چاقان اسقالی ها آویزونت میکنم داشت اسقالی ها تو هم گوتی بلش آقا ولی ترکیش میکنیم اینجا بدون ولی مونی همه تونو گاهیدم با شبی دورچی خوبه تو بیاد بکنی سری گلچی کلتو میزنم به باربر بگو سیگارم بلندتر از سایزت بگو سرشو بزنی توی کانتر بزون سایت نگی نخورده سایدت بمون مارو کنی کش میشی مات عرب تونو میگیرم بس کش میشی ها ببسیک یا میوزیک دیری باز کلی کلی سرت
باز میشه کیر میشی یا بخوری بهم میشه علیگا یا تیز افکاری اگه باز داری بیا داستانی تو رو میکنیم اتاق پاسکاری میشی ماسمانی فلوم تیزه یو سرت باج میده لاچی رو میبینی داد میره چپ نشو چون میشه صاف گیره دافت باز میگیره زام بیه کلمه تو میکنم از کود چلیک مصرف کود بیشتر کود بندی بیشتر ولی مونی اولش بیست جایزه میدم بهتون گل نزدیک نهره سر دور برای بایستانم دور بره دست برای مردنت گوشتن یو دیدی گوشتن دور نشه یو بگیره برام لکنتش این اینجوری این خیلی آره این اسپدید قشنگ باشه بال میکنیم این بال بود به نظر من یا چیز بود ریسپکت بود آره نه من چون کار کردم باشه صداش مانی اصلی مکا مانی من مثبت میگم. مانی مثبت منم مثبتم داش علی باحال مثبت بود. منم واجی حال فقط یه سال تا حالا پیشه با بچه‌ها در ارتباط صداش اینجوری بود یا نه صداش همین جوریه احساس باحال کردم صدا. داره چیز صداش واقعا منم مثبتم اما شما اشی من مثبتم. مانی اصلی به مرحله بعد دست پیدا کرد. متولد متولد نه متولده متولد 2 نفرن شاید نه یه کشتیگیره این بیشتر کلش از روه یکه دوس ولت خواست خداست من کی باشم بدم راه به شما ولی این حرفم مستقیم به این بوتاس خدا یه دونه از بقیه‌اش تخم خداست اول کاری بذار بپرسم یه چی وقتی از اون حرف فقط نرش بهت رسیده چرا میخونی تو اصلا داشت خودخوری چتی چیه چته بخون چرا داری ریپ میزنی کیر نشی انقدر جیغ میزنی گیر نده وقتی کیر منی بیا بدم لابات برو بیف من و تو نابرابریه گو تایسون بیفته با کام گرو حرفم برید از جمع سورید دردم تو نیست ببین 19 میلیون اسپرم دیگه چی بودن که تو توشون اول شدی دنبال سندی مگه اثبات میخواد حرف حق آخر و زمونه اینجا مینازه به خودش تا کیره بعد جا شبیه تابلو فرشی ولی ارزون گفت دست جا باش که گوش بخور جمعی شبیه حرف کنی سیمپیکی پراید یه قدی کجی خیلی ها باز دارن اطلاعات بالا خارج از سواله آخه کون نشو تو حتی دایره است لغاتت چی میگی چی دیدی تو خودت اینقدر بگیری میشینی میرینی قافیه حتی پوغ پلش میگه رب بچم منم صاحبش بگو تیونه اتاقتم تو میچینی ننت تو حتی صاحب اتاقتم نیستی مرد قلم برو چون بده تو جیبت یک کم پول بیاد اسمش بده با پولش رپر شدن خیلی خلاصه تو سه بوتی هم باشی یه بودت به کار برو بچه نظر کاری بکنم بابا شب و تو خونه نظر من جوری نمیام که الان راهم و اشتباه برم ببین بچه بس فرق شجاعت با حماقت این پلش تا پوچن برا همین بالا اعتماد به نفس قطع نخا میشن عین ما بشن فرق داریم از مبنا از حرفات و جنگا ما اونی بودیم که میدیدیم چطوری ریدیم به هنر و فرنگش از فنا رو دست جفتمون میشینه دستبند و مال تو کارتیر مستقیم از بابا مال ما آهنی مستقیم از سروان فدا مدا چکری متولد ببین تکسش باحال بوده فلاش یه خودت باحال مینوشت ولی باحال اجرا نمیشد اینجوری بذار بگم من کلا نبودمش منفی شما نظرم و خیلی زود گفتم خب مکا نه دشمن نبود عمو شما ببین یه سری چیزا گفت واقعا پاره شدم اخر آره میگم باحال مینوشت ولی اجراش باحال نبود من ضرب دارم یعنی سو اشی من نیستم منم سو خب دوستان بعد متولدو دیدیم بله نگار آرتیست دختر خانم نگار رقیب بیچون و چرای رستا در آینده اینا همش در باب رده پس باشه خفه این روی که تو گذاشتی سالیان ساله که راه منه احساس خطر بدم بازه همه رخ نرده واسه فرون باشه حله گاز که هستیش بعد در تو بکنم چو خامه مخته دیگه همه اینجا شدن رب کنه خفن چک کنه پلش خوشگل محل برو برس بکنه تو خوش بره فقط اینجا رنگ نشی که بردن تطمن زبونش بدون و رنگین کمونم ریست داره قطعا خوب داره کون پاره نبخش ولی خود دنبال داستان دیسکه چی باید آلبوم ببر عمرم بخندی خوشنفسه بعدی به بیف نمیخوری بومبست حرف میبین میگن نگاه رب کن ولی من دیگه نمیتونم نگاه رب کنم اگه اینو رب بهشون بگین جمع کنم چون صد در رد شدن بیت
داره میتابه نگادت تا میادش یارو بیخوابه. از این راه هم چیزی نگرفتیم سطح فکرم خیلی فرق داره. ما برای افکارت میچرخه یه چوراش صد باره تو مغزم که نکوبم به تنبه ولی میخوام رسما دیگه بدم ردمن. آخه بگیرم بودم واسم میشه افتادی چون توی میرم حال بهت مفقدی جوری میام به لرزه تو دفت بوم رفی نه جانم واسم میشه شر و خورم نشون دارم رد و زد و بند و لفظ برگو میگم جلوت بود مثل همیشه هم که پرم تو اوج بود حالت برد بود قلم پر شد کوبیدم نوشتم از اول با قدم اولم هم میری عقب‌تر سخت نمیگیرم هرچی رقم زد بگی ببینمتم بهت میگم فردا اگه کنی چون یه وقت رفتار میره زیر تیغ چاقی چند بار مهم نیست چی میگن اما تو شرایط دکوری بزن نفر سر جمع قیمتتون چند خواهد ببینمتم بهت میگم فردا اگه کنی چون یه وقت رفتار میره زیر تیغ چاقی چند بار مهم نیست چی میگن اما تو شرایط سخت‌ترم بودم بدتر حولتونم نگاهیدم از سن جلوتر فکر میکنی چند نگاه خستت و میخواد باشه یه جا خستت و هست کشو ولی کلا باج نمیدم به کرکت سر جمع قیمتتون چرخه بخوانم میزنم زمین پک پک مفتار علنگ کجا میخوای بری وقتی راه بسته از همه چاه کندن ولی بازندن با لبخند بهشون میگم تا بعد حاجی تا بعدن پس نگار خسته است. یه جوری خون که دکور برنامه ریخت چی نه این باد کولر بود شیکر رو انداخت جنم نداریم با وجود این که راجی دختر بود باحال میخون قافیه بازیه باحال میگه اون کاری که فرستاده بود من اول گوش دادم خیلی خفن. آره اولش من بودمش اشالی بچه بذار نظر بذار بکا نسبت به دخترها خوب بود داشت نسبت به بعضی از پسرهایی که دیدیم هم خیلی بهتر ایال منم بودمش داشت بودی؟ آره مثبت همون سیرا شما چی؟ من مثبت دوست دارم بمونه چون اسمشو چند بار شنیدیم مثلا نگار رو داخل اجرا پسرات آجی این کوهیار کیه؟ فکر کنم این منه هر کی رد بشه یه دونه مینداخت به این فکر کنم همونی که کلا زده بود با نقاب دیگه اون بود؟ فکر کنم آره دیگه اون اشی تو چی؟ منم داداش زبدر چون با هم باحال بود هم باحال بود همین که دیگه خیلی فلوزی داشت یعنی یه جایی یه ذره فلکس می‌کرد داینشو خیلی باحال بود ببین باحال بود من یه لحظه می‌خواستم بگم مثلا مثبت چون دختره بعد گفتم بحث جنسیتیش نکنم دختره دیگه خب رپ میکنه من زبدر میدم بهش دلیلم ولی اینو بهش بگم خیلی از دخترایی که خودم میشناسم رپرن بهتری آفرین خیلی از کسایی که حتی میشناسم بهتری تو دخترها ولی چون نسبت به این افرادی که هستن داریم نظر میدیم سر دختر پسر بودن تبعیض جنسیتی قائل نشیم دیگه حقیقت رو بگیم خب زبدر یعنی 50-50 خودت علی تو من بودمش من دوست دارم ببینمش تو مرحله بعدی ببینم چیکار می‌کنه یعنی یه کار دیگه حالا شما باز ازش شنیدید من دوست دارم حالا من می‌خواستم یه دونه زبدر باشه چون هرشیا گفت زبدر واسه منم مثبت کن شما مثبت آره خب پس نگار رو تو مرحله بعدی می‌بینیم بریم سراغ آرتیست بعدی نیزه ببینیم نیزه چه کرده اینجا رپ برا کمپرن هیت من دم خوب بوده بهم میده کیف اسکای واقعی ورسات فیک هرچی بندازی گردن چین فازت لاتی میخوری پیک میمونه سوراخت پیشمون سیف به این خیارا نمیگن جنس بیدامون بسته میبری فیک ابولی کیرم ادامون رو کیرم یا شاید زدن بگیرم گوهیاری نیزم جای زد بیزم تو بطلا کسی ممنوع عشقم دانیاز باز زده ترپش تاپه حال اصلا بهت ساخته تو این سایته جک و من گایدم ندیدم فایته دارم یه شتاب خوب خود بایده خودم با قلمم شدم یه کاپه با همین کپم میام بالا تاپته چی گوش نمیده تو بودم آنته باز چیر میگی دستم اسنایپر پوریا بیار رفو بدم یادت زن نوشتنم افزن یاده خانومی پندار باز کنی بیکا تو کم رو چاق نشو بشین تو پیکا علی میکروفون بزن و بسکو چون که سرحدی از گردت عشق بشین سر ایجاد یه کمی فکر کن ببین تو نیستی باز رفت سیکو یکی باز من بیار کردم باز کنم یه خول داره
که خوبه حرفاش ولی من تخممه برم تکساس از امشب میرینم به کل فردا بهم میگن دست خوش به عکسای شهرم به این بطلا میکوبم من پرچم نگاه تو ریزی میزنت بچم به خودت میاد تا شدی پنچر بیمارستانم نگیرتت کردم اینم پیام آخر برا داورم نیاری بالای چونای رفت چشم پس نمیاریم نه چونا رو متوسط بود باحال بود همه رو زده بود حال کرد دیسال بود سعی کرده بود با افرادی که تو اون گروه هستن خب مکا چرا چی نمیگه عشق تو فکر بودی آقا نظر همون سیاه من سوسو بودم دیگه شما سوسو مکا بهش خوب بود وسطاش از یه جای به بعد فلوش در رفت دستش منم سوسو علی من منفی هم روش دلیلش هم اینه خودم حالا یه تیکشم رفتم بیرون و علی داشتم میشنیدم دیگه رفتم یه جواب یه ثانیه‌ای دادم اومدم خسته کننده بود بیش از یه حدی که گوش میدادی بعد خیلی تک فلو هم داشت میخون دیگه تکساش هم چیز خاصی که مثلا جذب کنه اصلا بگم یه تکس خاص داشت نداشت عشی تو چی؟ داشت منم نبودم حقیقتا تو هم نبودی؟ منم سوسو بودم روش آره قافیه‌هاش بریم خیلی جلوتر چی پیش میاد بریم سراغ آرتیست بعدی پندار آسمون سیاه که نیاز نداره بال وقتی تو خرابه بهت میده خرابه هار تازیانه ای مسیح شری با شراب فالشه که تیر حق تو مخ سواد لال پارچه لباس خریده دوخته شده با نخ نفرین نبودی پوش زخمامون بریده شده با خنجر امری زمان تو توف میکنی رو زمین نمی کتری هر راش زدی سر در کم اسمیست سبیه پایی تو خریدارم نوازش بوده بهارتون مثلا کل اتفاق نمسه جام شرابتون نمیمونه رو بدن کسی جای خال سوابتون زیر پشتم و کندم وگر نمیشد خام سوارمون چرا خام سوادشون غم میدن افرادی که روشون واقعا نیستم جلوشون فقر تحمیلی جنگ تحمیلی گرفتن به تو که بکنن جلو بود کوتاهی عمر چرا وقت شده با ریسمان طلا منو زدم حتی اگه ریز باشه هوا خونه واکنش میجوشه تو دیگه سازه رگم پس اهمیتی نمیدم به 20 سال سران وقتی میکنی بعضی وقتا کلاماتون جا به جا گفته میشه حرف و اینا به جا پر میکنن که بهشون رو کاسه با نوشه میشه رمزار و نامه ها گم میکنن معنیشون و واجه ها آب راست گردونن تا باشه را سر پیشا میشن خریداره باشه را زور طلبا میکشن زامنا متفکران گرفتار پاله را دابانشو میدن را با شدن اضافه را خودمو متهم میکنم خودم هم باز میشم خنجر اعتماد در اومد و دیدم باز شد سینم دامنه حفاظتش پاره شد و فال گفتینم ضربه ناشیان چه شیلی و لال گفت میرم به خواب شد میان که باب شد ریسش اگه بود شریعت به نفعمون میخورد نصیحت به دردمون همه میمیریم فقط اضافه میکنه درد نصیحت به دردمون رنج خرید به گنجمون جنگ زدینم به جنگ نون مرگ سریعن سه قدر خون حق طریقت به بخشمون رفت زدینم به بخشمون تج زمین مسیح رنگمون تج زمین مسیح رنگمون دشتنی دست وصفمون ظلم سیاست رو کشیدم به دندون حق از زمانی که بوده توی رش خونه رفت وقت سیاه بازی باشه خودم مشروب تملیلی نبوده که شدیم مجنون شهر پندارو آجی بد نبود ولی نبودمش حقیقت واسه بتل اینو از قبل احساس میکنم نوشته بود آره اصلا واسه بتل به درد نمیخورد چی میگم چیز با مثلا باید یه چیز دیگه من حال نکردم میزد روی این بیت منفیه نظرم روش بکار آره کلمه بازی میکرد بیشتر منم نبودم زیاد فلوش همون سیاه کاش مثلا بابت بتل مثلا یه چی میزد یه چی جدید مینوشت من منفی شما منفی علی من نظر خاصی ندارم منفیه شما منفی اشی منم منفیه بسیار عالی بریم آرتیست بعدی پژواک ببینیم که چه کرده باحال قیافه جایزا زنگینه اینه اون توپ تانکه بهش بگو که خوب بماله اگه دوست داره توی روغنینش باشه یه روز میاد یه روز تازه که خورشید باشه نورش گازه بارا صف میاد صف در کمرم بابا بیسه شید جونه سیف درم محلم تا با ندادی کی بودی میکنی از اسپرات دادو کارو پیش میدی کتیشی انگو انداختی زانت انداختم خیلی راحت خوابیدی مثل گلوله شلیک شدم از آب تاریکی میخوای برگردی ولی
دیگه پلو راینی فلو نابی از اون برم خاک میزنم تا دیگه بیون نیستش ولی خب کارو گاییدیم قصه میگم هم داستانم خودم چلت و چنده کاری چپان شمم کلنگ دوره وقت بردارت میکنه آخر مخن بدون از کردم سالا رب بلند جنوب شب بزرگ شدیم توی هر جمعش نبوغ من ولی گاهت قلب و درد و فقط خودم بگم زیر خط فقر زیر نقد شهر خاموش کرش تیغ نظر رگم مخشا پره حتی اگه خالی باشه کلم خودم استایپ قلمم استایپ تخت تخت بو میریزه بیرون مغزت تا کلت تو کار دارم اشکت پیچیده اسمت کار میدم سری بد پیچ کرجو یا سوگم تنمه دستمه هشتت پرچمش ای من رو کلته کیر گوزی کن کیر بره دهنه قلمم تیزه مثل شمشیرم یه خرکوش کلنه آره باید ادامه میداد ای بر آره منم نظر بدم اون فلوه رو باید ادامه میداد باحال بود کوتاه بود یه سری جا آف بیت شده خورده آره پژواک و حاجی من سوسو بودم روش حقیقت من احساس میکنم بیاد میشه حرکت‌های خفنی بزنه پژواک خوب شروع کرد ولی خوب ادامه نداد یه جای بعد اجراش مثلا اینجوری بوده آره رفت بالا اومد پایین دوباره رفت بالا ولی من دوست دارم باشه شما مثبت نظرت مکاتا چی؟ داداش منم حقیقتا اون جایی که شروع کرد و خیلی دوست داشتم اون جایی که تغییر فلو داد و خیلی دوست نداشتم بعد ادامه پیدا کرد دوباره آخرش لا 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 اینشو دوباره دوست داشتم دوست دارم باشه حس میکنم میتونه یعنی نظر مثبته آره نظرم مثبت ارشیات چی؟ من مثبتم باحاله داشتی شما اجرایی و فلویی باحال بود تکسش هم به نظر من سنش پایینه موسیقی میشناسیش آره تکسش هم بهتر میتونه بکن نمیشناسی به نظر منم باشه باحاله چون حس میکنم میتونه یه کاری بکنه بریم سراغ آرتیست بعدی پوریا هری پاتر باشه ای هندل میکنم قلم رو بکسیدید کلماتم مثل باجه بیه من تانک شیویدی که بازیم خودشو بگادم تاپشه تو هم میخوای مثل من باشی ولی نیرای مانچه ای بینا نیستم ولی یاسته کار شما تازه کاری تتو نمیرسید تا بپام بعد دیگه پیدا نشه پسر خوبی حدودی تو واژنه بچه زیر واژه ها بیا به چه دورم میکنم پلی هول میکنم چشا رو خط تو بام ای فورس دنبال این تو میدم پلیلو کسامی ها میرن به پام کیرم ریلو صبح میزنم شما بیا رو جنسان از دو شب نخوابیدم و مونده چشم و باز بعد از میمونیم رنگ پول جنس تا بالو سری میخوری حتی از اجرام دست من این هرچی و از دست داده به من بنداده کون میشه دست من باره کدومتون از روی دستم بعد خودتون باشه میمونه بکمک سالم بزن به جا که رد بدم بگاه میدم از خط به خط یه خودی بک تو بک اومد صدام تو رو بزنم میذارن رو اسم بچه باز چرا همش میلونی دافت تو هر شنی خودت تو هر دیواری به جا بشه نمیخوری یالا بگو شرف کی داری شما همه کنسلی دادن لباست خونی میشه بچی بچه بیادر اون کونه رو میخوام که شده ارزش یا خواه شما رب نیستی که پس بشه میشه ماملم اگه تموم راه رو من اشتباه برم اگه کف کرج اومدم و الان رسیدم به سر افتخارم میکو برام تکون بده سر میشه ماملم حتی اگه تموم راه رو اشتباه برم اگه کف کرج اومدم و الان رسیدم به سر افتخارم میکو برام تکون بده سر عالی بودی نکا سر تکون بده نکا سر تکون بده من شگون میدم همه مثبت داشتی منم مثبتم هم صداش باحال هم تکسش باحال هم بچه کرج هم بود دیوونه بود خفنی هم داد با فلو خودت نکاز فقط یه تیکه رو از فلو مکام ساده کرد بقیه‌اش فلو خودش باحال بود خیلی خفن آره آپمون که من دوست دارم آپمون کنم آره این نگاه کن الان پوریا بدون مشکل خفن کی میخواد با پوریا کلبن بره پوریا برنده شد آقا ویدیو رو ببینید پوریا برنده شد بتل تمومه رو باحال بود دیوونه بود سانی حال نداره یا بشنو الان صدا رو یه گاییدم ترپو رسیدم صدرش خواستی برسی کیر میدم دستت پشتم شهریان در میام رسم فلوهام زیاده باز کنم چپتر گاییدم ترپو رسیدم صدر جدول خودتو خد نکردم ندادم دیس بکشی درد کمتر آشنا رو نزدم بگم بچه کردم فلوم پاد نیست کول پالمره ثانی باز تو ست پول آب بره طبیعه تو حساب پول آب بره وشم مروون روتوایلره به چرا میگم کار میگیره پلن و چیدم درام داره میکوبه
BPM 130 ترپو میگم کاندوم کشیدم سرش بچا دوست دارم بشینن سرش حرفاتون رو بمیرمم گوش نمیدم بگیرم بکیرم تهش گاییدم ترپو رسیدم صدرش خواستی برسی کیر میدم دستت پشتم شهریام در میام رسم فلوام زیاده باز کنم چپتر گاییدم ترپو رسیدم صدرش خواستی برسی کیر میدم دستت پشتم شهریام در میام رسم فلوام زیاده چپترها زیاده باز بیاد سیزن بینش فلوم به دست رپرها میشه کشته وجود شما چاقال رسانی حتی بگیره به شیرش حیفه کارام امسال هیتن کاراتون رو گوش میدم یهو اسحال میشم اینا فاز انیمه دارن که تو انیمشن اینا هنتای میشن ندارم نمیدونم چی رو باز کردم یه تیکه اینجوری هم داره چرا خیلی خوشحاله قراره بره تو چون 34 نفر قراره بره تو چون 34 نفر یکیشون 33 خانومه نفر باید میگفتا خودش هم باندا بره موزیک رپ منه فکسانی بیاد یهو کل تیم تو تک بزنه تش قلم مثل گلا که خشابا شا میخوره یلن گدن و میکشم تیرا توی فرق سر بنگ تیرا توی فرق سر بنگ توی خب اینم وسط مهمونی اومدم گرفتم دمت گرم دوستتون شاکرتم قد نکرد دیگه آقا وایسا ثانی 34 نفر هستن خب من خودش هم ولی هست. هستم توش ارشیام هست خودش هم هست یعنی شما من ورس نه دیگه. نه ما تو اون گپه هستیم این کلا کل 34 ممبر نفره. آره گپ رو دیگه. گفت دیست داری همه آقا البته حذف کنم الان نه 34 نفر فقط شرکت کننده ها رو منظورش آره دیگه کلاً ولی همونم باز یه نفر خانومه باز یه نفر اصلا خودشه یه من نفر شاقا خودش چیکار داری؟ من بودمش آقا من دوست دارم بیاد من مستعد یه چیکار داری جاهایی تو نظر خودتو بده یه جاهایی خب آپدیت افتاد شد ولی آره در اصلا کل کانسپتش کلیت حالا چون علی کایات گفت بودش من نیست ولی منم بودم یه سیام بود این هی تیک هم داشت ولی خیلی آره، باحال باحال بود باحال میکنه بهش سبک خودش رو داشت آره، حال آره. کردم باش لش اومد ولی رایم 50-50 آره اشی منم داداش 50-50 هم دوش من مثبتم خدای حال کردم باش شما چی هم باحال بود. موسیقی؟ اصلا من مثبت بودم دور از فلوی تکسی خیلی باحال بود سه بعدی شاهد شاید برو بریم عجیبه سکام میگه حال بیه رفت بوده را میتونه منه اگه مشکل داری بپرس چونه بره تو مغزم چاطره واسم چون بشن حاضر شعبیه قلبم صداش. خود این نور. آره میخواد یه آدم کور ببره که حرفمو خوب بشنوه نمیخواد ضعیف بمیره میخواد بین آدمای غول ببره بره نوشتن میدیم اگه دستم خواست کلمه هم نمیکنه به قلبم راستی چیره من اسمش حرف تو هم میبری اگه بتونی رو حرفم وایسی باسام کردنم میندازم رو دیشا تو خواب کردنم اگه بخوای زیاد گنده بگوزی خفه میشی با گره شال کردنم تو زمستون دفعه تو میکردیم توی شهرستون شیرشو میفروختیم توی هندستون پولشو با داداشا میکردیم به دبستون تو زمستون استایلش باحاله. کردیم توی شهرستون چیرشو میفروختیم توی هندستون پولشو با داداشا میکردیم به دبستون کلامم رو برقش شیرش کردن پولش کردن هرکی اومد پولش رفت توشم هاش پولش کردن با رفنم گرفتن توی کونش بندک میدازم تو دریای خونت لنگر هرکی میاد میشه توی هونش بردم بدونم خیلی دخت داشتایی ولی آخر یه شابو توی کونش کردن آفرین میشه برچی ها میشی پاهم میگیره همین و حالا چه باشد نراجی چیشم چون از هم میگوشم که همه پیشه تحجمه و سفیدی به ادامه بگیم شیبیه کم رنگ مشارجر اینا همه پیریز برقم چون تو بذار روی کلیم خونتون با تو جمع کنن تو کلیم من عجب هنری شاد کرده تولید قلم هم افتاده دست مجری میخواد ازش سوال بپرسه انقدر دقیقه که میرفته رقص کردی میرفته رقص کردی شما هم حرفات بچگونه است انقدر دارم به بچه خوردی یه بار ما بتل کردی چقدر داستان شد سر شما میارن حتی خواستگار خب ندیدین تو رو دمه در این بازکار زیادی کیرون گوزی هم میخوری خان خب شاید قلمه که الان آشکار شد که ماشون زد تو جنگت دارزان شد چاقال من فقط دو تا چیزو میبوشم یکی دست مادرم و یکی آسفالت تو خفن بود حالا تکمیل بود همه دیگه چی معلومه فلو دیگه. داشت شاهد بودیم هممون بودیم شاهد و به نظرم تا اینجا همه کسایی که من شنیدم من نظر من بهتر بوده مخصوصا بتلی
بیتا پول میشه بشماسه یادم نمیره کی بود عشقات بهم دارم یه خونه یه چت باشه جلو من تکساتو کنچل باچه سباک وزنم ولی سنگینه بارم رقاص منه حالا هر چیه کارم این جوجه وحشی ها تکثیر پامن نمیان دیگه مثل تعجیب کارم حریف که نتش بشن یه بعد دست و پاشونو میبرم یه کله در بست یه بند تو فتم بشم یه سرنش یه دنده تفسم بینم تو جنگل دیگه پر شده کاسه سبزم کارخونه واجست داخل مغزم نازل شده مثل حافظ و محمد کم مونده بیاد آیه تو دفتر پاش بزنم پشماش ریخته میدم روی لفظام شیزه میکنم کارگری رفتار بیگیز یه نو هیچ کس زده اشکان کیرده ببین کشانم قوله بپاچم هم میپاچه رو لباسم خونه نرسیده پول ددی بخوابم خونه یکم خودمونی میشی میخوام بذارم اینجا همسال تو رو بیدت و پا میکنی فت پا میکشم میریزیدم چپ و راست میخوری اثرات تونی فکر میکنی قهرمانی و بی‌هدفا بزرگی نیومدیم بچه بازی کنیم با ما کل کنی نمیمونه شلوار پار تمرین کن چاقی 80 بار مثل کسموشی میکنم به تربار چار میریزم رو تو یه خروار خاک عالی بود خفن بود یه نکته مثبت داشت که حفظم کرده بود آفرین کوتاه بود ولی خوب بود من نظرم مثبت روش اولش خوند گفتم آره منم همون کردم نه یه دفعه پشمام ریخت جامعه خفنی زد آره خفن بود خوب بود من بودمش مثبت منم مثبت چون اسم شاهرم آره منو زبدر بذار بچه‌ها مثبت دادن دیگه چیز سو آره 50-50 بذار چون دوباره اینم تکس فلو تهش آره فلویناش باحال بود اجراش باحال بود تکس مثلا 20 ثانیه آخرش کپی بود سر اون میریزن رو خروار خاک چیزه همون دقیقاً رو همین فلو هم یکی خونده الان تو ذهنم نیست خب آرتیست علی سورنا هم شرکت کرده کیتار سنالو ببین فردیس بیاد گوش میکنی منم این ترکمو گوش میکنی مثل آرتور اسم تو لط میکنی انقدر چاقی تو رو شوت میکنی کاروس رپ رشتی ها سوراخی داری نشی ها قرار تو بطل فقط رپر باشه چی آوردی هرشی ها تو عشقم برفت بزنم بشکم تو کرنجان تا بی طرف رو گذاشتم رو چشمم میزنم سفیدی روی چقدر سفیدی رپ رو به یاد دادم به کسی نمیگی خوابگاه بسیم داشتم ای لاس میزم میزنم تو رو شبش خونم و لاس میزم سورنا حاکم نبود ولی همش راست میزم بابا تفخانی آخه ناس میزم شبی کوزه ای نخوره شگه ریزه ای تو خوراک بوسه ای بیریسی بیله صورت بوسه ای زیاده روی بود کارات قراره سیاه پوش بشه بابا یه قد میشه جفت فراری لباسا گره تو ساکات تا گردن رفتی تو قرضی شما مسئله ریاضی همه فرضی خیابون میری حواست باشه در ماشین نبرنه رو قضی انقدر نکن کپی تو چنله نیا قپی باز میشی کنه لپ لپی ما دوستی شما شب و رسکوی خیلی مراقب باش من سورنا تو فردیس میکنم خودتا آوردیمت بالا با پول ما زرد واسه شما سود ما شبورم خود سنسی نمیخوره به سنسی چیلاتون قسطی جدول نه اسپی اینم بگم حضرت بگو دایرکتم یا فرزم همه پیشرفت میکنن شما میکنی پسرفت برای پول بری عربستان که تو خیابون اومد دبستان یه جوری زنم بخوابی 3 شب آرامستان سورنا کره بوده چاقی نخواه قله بوله هستیم همه جوره شما ترپه تو تله موشه چند دقیقه بذار تایمشو ببینم من خب 2 است خیلی مونوتون بود به خدا چون دیس کرده بود کایوتو آره. چیز نه دیس کرده بود من چرا نمیفهمم دیسه یا دیس نیست خب نظرتون بود منفی هم من اولش مثلا گفتن ای بچه فلان باحالی بعد باید یه مقدار تغییرش میداد یه ذره من سر همین اصلا گفتم کایوت بزنه ببینم چند دقیقه بود 2 دقیقه و 17 ثانیه رو یه فلو خورد
اینش اذیت میکنه ولی تکسای باحالی بود. آره تکساش بعد یه نکته دیگه که روی بیت یعنی چیزی که زده بود مثلا رو بیت باحال نبود با یه بیت دیگه ای مثلا. شما چی همون؟ من ضبط دارم 50-50 مکا من منفی هم شما منفی منم آجید 50-50 هم روش باحال بود بهتر میتونست باشه ولی خب بعدم نبود. تاها فکر کنم 2-3 تا مونده. اجای بعدی تاها 2 تا مونده کلا. آره رب بتلم کنیم خوشم میاد پلشتین دارید اومم زیاد تیم شید همتون رو با هم میگم زجه نزن دارم میام فیت شدی به هم بگو باربر بی کلام میام بدون بیت و کاور وحشی ردی بگید تاهاره 0-2-6 اینجا جنگ اعداده خیلی خواب دیدم واسه رپ فارسی چاقالا رو حذف کنم تو این بازی پی حاشیه نیستم بالا بره بازدید من کل زندگیم بود تنگ و تاریک پس منو از مرگ نترسون بیا جلو هر کی که در حد بود ولی شاید مسیر درک بود ولی حرفام بی هدف بود به سیران از درون ویرانم زخم خوردم ولی باز ایستادم رپ میکنم همچنان میتازم خود شیفتم به خودم میبالم زیر رپ زمزمه کن 0-2-6 پرچم بالاست خودتم میدونیش سرت میره سر یه چیز بی خودی تا میاد رو بیت باید بخوریش جز اشغالات هیچی نیستن در حد چک نویسم آویزون خایه های پلیسن ولی تشبیان تخمامو بلیسن خدا رو میکنم شکر هنوز ولی موندم تو شوک هنوز نگاه میکنم به دور و برم جون میکنم برا 2 قرون از جونم مایه میذارم واسه رپ و هیپ هاپ تو مسیرم کسی شاخ بشه میره زیر پام میشه زیر خواب بیت و تکستم هیچ وقت غلط نبودش حسم من آلوده به رپم یه روز آرنبی یه روز ترپم نه اهل سیگار و نه اهل دراگ میخونم عشق کنن اهل دلاش 0-2-6 تاها 0-2 باحال بود. عمو نظر عمو سیاه باحال بود به نظرم. مثبتی شما؟ آره با ارفاق مثبتم. با ارفاق مثبت. مکا من سوسو هم بده 50-50 علیتی شامی؟ من منفی ام واژاش خیلی دم دستی بود فلوش هم فلو قشنگی نبود. اشی تو چی؟ منم منفی ام خیلی قافیاش قشنگ بازی رازی آره پلیس خیلی دم دستی بود. آره بعضی جا هم اصلا قافیه نداشت. آره بعضی جا منم آجی سوسو هم تا حالا ببینیم تو ادامه چی میشه. بریم جای آخر یانگ اودی درسته؟ آره بریم ببینیم میام با چیکار میگیرن نتیش خوبا شما تره در آخا قرقاتیش میام رو بیت واسه میشه پولاتیش 2 تا پوینت زدم واسه دوست بعد باقیش نصب واسه یانگودیه شدم من نتیش اینو با پای رپ بکنن نکوکیش اگه سورس شده چرا واسه کار منم چون که 5 شو میدی من میگم با اینا بیش واسه دارم کلی پاش روی چرتم همیشه سر زبون آخه من هست و قرجم نفروختم هیچ وقت رپ بشورم واسه شما سر ویو جنگ کستم چاچی کیرم تو گروه دوزاری وقتی توی رفاقتاتونم زکاشو نداری خدا واسه دیگه بگو کاره داری قراره که کاری بکنم من در تو بذاری شدم ملده کار واسه رفیقا فدایی هنو نشدی طرف تو به یه آدم حسابی رپ منو نمیتونید حتی عداشو دارید ور میدیم با ایتامون بازیکو هوایی حوث بیف داری بام بکن کنسل اینجا گندگوزی نداریم و خودت جنگه فکر کنم تو که موقع تصفیه نقده بمبا رو میشین سر 10 بار قزه صدا میده رپ بورسم یه رو حک میشه تا خط رپ که اسم رپ یه عنصر توی ذهن من جریان داره واسه شیرین بازی تش مثل قصه سجی داستان بوده از دلم داشت افکار فشلیم شد به دست رپ رام اومدم چربش کنی بفرمایید روغن فرد علا یانگودی ببین خیلی 0-1 بود. آره یعنی یه جاش خیلی خوب بود یه جاش خیلی بد بود آفبیت بود من آجی 50-50 هم روشه بعد پانچاش مشخص نمیشد سر همین آفبیت من مثبتم ولی شما مثبتی؟ آره علیت شما چی؟ منم منفی ام منفی تو چی مکا؟ منم 50-50 به نظرم باحال میشد میومد تو بیت 50-50 من 50-50 جلوتر میومد شاید باحال میشد حالا ببینیم که چی میشه 34 اجرا فکر کنم 34 اجرا رو دیدیم
آقا ویدیو دیگه این بود دیگه، حالا داشته باشید تا پارتای بعدیش بیاد. دوستتون یه داریم. چیزی هم بگیم آیسا، یه چیزی هم آخر ویدیو بگیم. این 34 نفر رو اکثرمون به جز عموسی و ارشا نمیدونم، هیچ کدوم ما نمیشناسیم. من همشون فقط من چک کردم، فقط چیزی چک، یعنی آره نظر واقعی راجع به همین یک کار نبوده. من 2 نفر میشناسم ولی توش بعضیاتون شاید اصلا منم یکیشون رو دیده بودم، 4 تا منفی گرفته باشه ولی خیلی خفن باشه. یکی هم می‌بینیم مثلا 4 تا اینم من بگم خیلی خفن نباشه. من همه این بچه‌هایی که واسه ما ویدیو فرستادن شرکت کردن و یک ساعت تایم فیلی رکورد استودیو ایکس وای زد رو بهشون دادم که بیان اگه از بین ما هم رفتن حالا ایشالله سری‌های بعد قوی برگردن و توی مراحل بعدی سری‌های بعدی رپت داشته باشیم. آقا دوستتون داریم زیاد به چشماتون میاد. دوستان ببخشید بابت عوض شد لباس ما یکی اونم غیب شد. آره دیروز یه دونه هم واسه که یادمون رفت ببینیم، شرمنده من عذرخواهی میکنم، آرتیستمون یونیکه. بعد امروز دیگه متاسفانه مکان نرسید بیاد ولی فرستادی برای مکان نظرشو تو وایس گفته. حالا بریم اول کارشو گوش کنیم و نظرمون رو بگیم دیگه، ببینیم یونیک چه کرده. چون ما رو این موقع کشیدی اینجا یه نفری قطعا نظرمون منفیه. ایکس وای زد حالا تو تو که کار من اورجیناله، گوشی دافه فورجی داره، بچه تهران بگو پارس نکنه، من چیزم فقط اندازه برز میلاده. بیت انگا پیش داره مخم من تاپ دار، روی عرشم انگاری تاپ دارم، میپسم سر فلوم بشم بازداشت با داشتی ها هر شب تو داستانم رفت و کیرمه یه دیدی قیمه رو ریختم تو پاستا. اگه از رفت کشیدم پنتو کفتابی کردم شب توی پارکا. کارتون لنگ داره نمیخوره به آرتیستیم، کف تاپ تن یکی کانسپت تیم رپ چیه بابا بهتر آن تنشی همه کف خیابون آقای خلوت کیر کرد تو ویدیومون. خب دوستان اون داوری بود که نبود کنسل شد. الان یه داور دیگه آوردیم 2 تا بزنه. 2 تا میزنه. خلوت چطوری؟ آقا یه بار دیگه این از اول ببینیم که داش پایین منتظرم ذاتمو میگم. حاجی گوشیم هنگیره نمیاد. یه نظر بدیم خلوت یه 2 دقیقه وایسا اینو ببینیم. یه نظر بده راجبش یه یونیک. حالا تو اون که کار من اورجیناله، گوشی دافه فورجی داره، بچه تهران بگو پارس نکنه، من چیزم فقط اندازه برز میلاده. بیت انگا پیش داره مخم من تاپ دار، روی عرشم انگاری تاپ دارم، میپسم سر فلوم بشم بازداشت با داشتی ها هر شب تو داستانم رفت و کیرمه یه دیدی قیمه رو ریختم تو پاستا. اگه از رفت کشیدم پنتو کفتابی کردم شب توی پارکا. کارتون لنگ داره نمیخوره به آرتیستیم، کف تاپ تن یکی کانسپت تیم رپ چیه بابا بهتر آن تنشی همه کف خیابون پیگیر زد و بندیم با یه ترک میشه کل مارتی جمع و تفریح بیا کرد پذیرایی نیست کم و کسی نیومده بارو بستیم نمیان فردی تیم پشتمه معرفت تردین از کف کیسیتی و میره مردیل من با زبون میام در بیاد گردی تو سر تاپ تیم دم دستی تو گذارم بیام پوچه قد مارتی هستینو اگه بشه اولم بعد یه رد بدم بزنم تو برنامه بعد میام دنباله داشتی مثل عراب من رپ من سمبول ترسه اینجا فرق داره بازش خاراش میشه شبو بجرون رپر قاچاق میشه دافت با ما بیس فرندی و آنال میشه من پیگیر کارم هم تو پیگیری یه رو بیشتر بمونه ساناس بیشه باحال بود آجی. آره باحال بود. استایلش من چرج و شاخلاری بود. واسه چی گفتی فقط گفتم باشه. نه نظر چی بود؟ خوب بود یا بد بود؟ این باحال بود. یعنی آقا من چی میفهمم؟ همینجوری مخاطب تو داری مخاطب از اونم خوشش نمیاد. یه جوری بود. آقا نظر خوبه واسه بتل خوبه به نظرم جای بیاد. بهتر شدن داشت به نظر من. میدونی یه جوری بود که نظرت چیه؟ من داشت سوسو هم روش. نه باحال ببین تکساش یه جا به قول خودت که میگی یه وقتایی یه بعضیا 0 و 100 میشن یه جای خیلی تکسای باحالی زد یه جاهای آره ضعیف شد به نظر من اگه یه نفر مثلا بالا سرش باشه مثلا باهاش صحبت کنه راجع به تکس و اینا خیلی بهتر میتونه باشه چون اجراش هم باحال بود داشت تو بتل خب بچه‌ها میان خودشون به نظر من نظرم مثبته منم مثبتم مثبت 2 تا ضربدر 2 تا مثبت ضربدرم چون یعنی 50 سلام داداشام، اول از همه معذرت میخوام نتونستم حضور داشته باشم. من ویدیو رو دیدم و اینکه کار در کل کار خوبی بود
ماشاءالله به بچه‌ها خیلی خفنن. اگه نظرم اما بخوام نسبت به این کار بگم، به خاطر یکی دوتا چیز که یه ذره اذیتم کرد، من معمولا به قافیه هایی که بچه ها میزنن خیلی توجه میکنم، به رایمای بچه ها خیلی توجه میکنم. این کار یکی از ایراداتی که داشت این بود که قافیه هاش تقریبا 2-3 جا از دست رپر در میرفت. لقب رفیقمونم فراموش کردم، از دست داداش در میرفت. بعد و اینکه ورسش هم حفظ نبود، از روی گوشی خوند. این دوتا ایراداتی بود که من میتونم به کار بگیرم، اما در کل نظرم 50-50 ضربه دست. آقا بریم ببینیم چی میشه دیگه. دوستتون داریم. خداحافظ.